ارزون میگی کامره به 8000 میدم، به 10000 قیمت اینه. به چی میگی؟ کامره؟ آه به 10000. آه دیگه تو چرا کم میگی؟ جخ کنن جخ کو. بده لیلام شو بده. کامره به 10000 پایه به 1000 بده. لیلام بچی عجیب بده. کامره به 1000. گیپک پایه رم کمی گرونتر بگو. به چی میگه؟ به 1000 بخرم. به کل نگه 1500 بگو که بلکه به 1000 بخرم. خوبه به چی میگه؟ اینا مودا پایا شکستی. تو چی کردین؟ مردم چیزی که پاسل نمیکنه تو میتو بگو. خب 1500 آخر 1000 به چی میگه؟ خوبه بچی عجیب دشمن مال خوش شده بده. آفرین میتی جخ کرد. بیا که ارزان شد. بیا نانه بیا که ارزانه برادر لیلامه. بیایم که به کل مفت دینار میفروشم. مفت بده برادر. بیا که خلاص شد آخریانه. بده سبزت کشمیری من زلفای تو زنجیری من آخزت سبزت کشمیری من. بیا که ارزانه برادر جو. بده بیا که ارزانه. پایه هم ارزانه، کامره هم ارزانه. زلفای تو زنجیری من. ما دشمن سلام علیکم منده باشیم خاله جان. اشتری خوبه شکر. اینا چیه خاله جان؟ اینا برای ما دشمن مال خوش شدم مفت میفروشم اینا. نه بابا کامره پایه کینم خاله جان دشمن شما؟ من دشمن مال خوش شدم. به چی می؟ دشمن من؟ نه تو نمیفهمی. این چیه ماما؟ این چیه؟ این کامره چیه؟ کامره که عکس میگیرم. تو عکس بگیری فیتاله. عکس؟ نه امیر که به تطالاره. آفرین بچیم. خود امیر عکس که منم بگیریم سعی بکنیم. کجا بشینم خاله جان؟ عکس که ما عکس نمیگیریم بچیم. اینا میفروشم. بله میفروشم اینا. خاله جان میگیریم عکس که من همینجیه. خاله جان یک عکس که از من بگیریم. اینجا چیه؟ یک عکس که بگیریم خاله جان. بله اگه میخری بردار، اگه نمیخری رو خوب بگیر برو. چندی میفروشین خاله؟ 10000. چنده؟ 10000. 10000؟ چندی؟ نه چون پول ندارم خاله. ما این بنسیه بده. بخی برو خاله برات کار خواه که جلو بساط ماری لکو بخی. اینجا خاله جان شما بساط آوردی؟ دیگه پچه کاره. این بچگک چه کاری شما این چلچلای؟ 18 سال سن من سرگی وقتی برو تو میگی بازم فرش زمین میکنم. وقتی شتا میکنه. هوشیار به خونه که تو بشیده که دیونای چی رقم خواهد باشه. شاید به رو خوب برم. بخی برو دیگه. مادر من میگی میزنم دن برازی گود میکنم. گود میکنه؟ چرا گود کنی؟ بخی برو وقتی عجله بساد وقتی با تو میگم وقتی عجله بساد وقتی. خب میدم چشم. وقتی تیستی فکر ورده که بس کستون نمال مال یکی نیم هزار یک ها. باش که چشما خور فکر کوری ماما. ای کو گوسالیه. هوشیار خانواده خود کمی باشه دیگه رو چی رقم. اما ندیدی برای ما گفتم. میگو جه کشانه به خاکی. بده کامره. بده 1000 پایا به 1000 بده بچی عجیب بده. بگو ارزان شدی تا بگو مردمیه. بگو قیمت ارزانه. برو جه کو. بچی عجیب بده. قیمت ارزان شد بده. کامره بده 1000 پایا به 1000 بده. بچی عجیب بده. اگه همینا پیار تو میگدیش چرا من میفروختم به چی می؟ میگو چطه کنم؟ بچو جه کشانه یک نفر دیگه میام. جه کش. بده چی عجیب بده. کامره بده 1000 پایا به 1000 بده. فروشی لالا. بلیو ماما جان کدوم که خوش داری؟ هر کدوم خوش داری تو برده که من قیمت رم به تو بگو. به چی می؟ کامره به چند نمیفروشین خاله؟ کامره به 10000. بلیو حالا کامره ارزش نداره. برون به بازار 10000 بودن 3 تا کامره میده. حالا جان یه از این کامره ها حالکی نیه. یه اصلیه. این خرابه خاله. میگم برو جو. این کامریه. این فرغونی کنیه که تو طرف پترم چک میکنم خاله. چک کنم اگه تیاریه بخرم. پس این خرابه. اگه خرابه دیگه سر بازار می آوردم.
حالا آخر از این به چند نمیده مراد کنی؟ چرا میفروشیم رستی؟ ای خاله پرسان نکن. چه کار با تیار که شکستندی؟ ما که تیار بودم حاله. یکو شکستی خال نکنی از آشغالدونی جمع کردیم. تو گپا مفت میزنی خاله جو باور کن حاله تیار بود. شکستندی؟ بیا خور به خانه باندو شکستی بوده اگه. بستن نظری پیازو. تیار بود لالا. شکستی خاله چرا میفروشین گفتین؟ لالا حالا پول ازور بده تو گپ از این نزن تو رو بگیرتی بشکستونده که تیاری بود. حالا من اشتباه کرده باشم. چی اشتباه کردم؟ آخی تو عقل تو میکشه که امور اشتباه کنی بسته کنی بگرفتی خراب کردی او. من ایران به کی بفروشم؟ آخه سعی کنید آنه این سیماه سعی کنید این چی ما کجا بیاردیم اینجا بسات کردیم ما ور بگیرتی بشکستندی باز حالا میگی نشکستندم. این مادر تو نه. بعدی ما چی نزده بده؟ چرا تگوشی میزنی؟ این بشکستندی ما تو نزنو. من قد تو نو نباشی. از من خودتر عوض تو رو مغزه بزنم که باد کنی. چرا بزنی؟ هم پایر بشکستندی هم به چی بر میزنی؟ بدی آگازو بدی آگازو بدی آگازو ایتا ندی اگه بری خوبه میدونی یک هزار این دفعه 10,000 بودم 2 دفعه میشه. حالا معامله از زیاده کنی خاله ما کامره خیلی خوش دارم به چند نمیدیم آخر از این؟ خوش داری همونی وردا با چندی آخری؟ گفتم 10,000. نه 10,000 نه ما اگه 10,000 پول میدیشی به تازه دیگه با 9,000 خوبه. نه مون خاله مداری پولازی با 8,000 خوبه. بگو بیارش بیا پولا پای مر بدل الا ورا خور میگیری میری. پولا پایه بده برو جلوی بیر بگی نانه برو. نگذار که بره. پولا پایه کس کرده بر بیا. پولا پایه بده عجیب زنی عجیب مردم میام اینا. بیا ما پای تیارو بشکستونده میگی خرابی بوده. بده کارجون لالا بده. چه آدمی بود. بیا کارجون شو لالا بده. چه کار کردی نانه؟ نه پیش من بجی بالیا خب بسار عزیشه پایه مقبولا بشکستون نانه بله حالا کبار خیری پای خودت خبر داری شکستی هم بود دیگه بالیا گفتیم بلکه به خاکی بلکه این رقم بشه کمیر بفروشیم برات کار بله. یا هم که نخرید دیگه نه جکش نانه جکش بلکه خریدار پیدا شه بچیمه جکش جک دیگه نانه نه جو خزین بری با کجا بریم بچیمه مجبوریم اینا رو بفروشیم تا دیگه چه کار؟ بازار بریم اینجی فروخته نمیشه تا دیگه کی میخره ننه بلکه کی پیدا شه تو جک بک یک دفعه بچیمه علاق شدو ننه چه کنیم مچو بخزه تا بازار بفروشیم ننه بیتره اگر یک کار دیگه کنم نانه دیگه که کسی نخرید چکار کنیم دیگه برم همین تالار مالا رو بلکه بخرم بچیمه بلیا آفرین من کم تر جا خوبه چیمه که فروخته شدی تاری بریم خودشو بچی خوبه بده علیکم و علیکم این دیگه چی کار میکنی؟ همینا رو بیاوردیم بفروشی چری بفروشی؟ ای براجو خبر داری که من نمزاددار کردم حال نمزاد من نمیگذاره میگه اصلا نمایه کسا رو بدرشی بری به تالار تو فیلم ورداری کنی اینا رو هم ببر بفروش اگه حالا بدرش تو مجبورم که اینا رو بفروشم دیگه چکار کنم آده کجی چکار کنی آخه خواه نورالله چرا به دست خود نورالله اینا ندادی که بیاره بفروشه که شما و گیپک آمده گوش کسی من با برار خو میتونم تو بگم ببر اینا رو کنار سرک بفروش آخه بعد شما بیامدی سرقله این دیگه خودی عجیبه چی نادو قرار کرده اینا رو بسات کرده اینا که کچلی بیاد میه یا شرق هم باشه که شما میاری میفروشی خود تو خبر داری که من چند سال پلوور دارم خود تو که خبر داری نداری یک عمریه همین پیار ازی که زنده بود اصلا به من نگو راست که تو اینا رو بفروش یا نفروش یا کار کنی یا نکن هر روز که من برار به آدم بداد این تک آدم سختگیری که اصلا نمیگذاره که دست به اینا بزنم راست میگه اینا رو میخرم هم شما نه چی میخرم هر کس میایم سیل میکنه گپ مفت خورم میزنه راخو میگیره میره چی چه کار کنم یعنی تا دقیقه سالمی و آخری جگا بشینی یکی خواه فروختی مجبورم هستیم اینا رو بفروشیم اینا دیگه به درد من نمیخوره حتما میفهمیم اینو کار جمع کنیم و خدیم بریم به سر از این قلب نشینیم اینا نفروشیم فایده نداره اینا رو بسات کنیم بده چی بده جکو بچه نکشیم نمیخرم اینا رو به تازی قلب میخرم یعنی میگه با چه کار کنیم اینا رو کجا ببرم بده اینا رو دیگه بگیریم خوشتی 10,000 بیا میگه من ببرم خوشم به رفع بشیم بده لالا بده کمره بده نکت چوب کو بده نه نمیخری از اینا
اینا چی به دردم میخوره؟ آره کاکا تو چی میفهمی؟ تو بوم رو خود طالب دیزه بدیده بدی؟ نه هرگز خدا همیت چیزام نه چی به قار شکلا جان کردی بسات کردیم. این کسکو مدیونی یا شما که بیامدیم مدر بچه ها اینجی بسات کردیم به ما کامره و پایه میفرشیم. میگم از تو کی پرسان که تو بیا اینجا بسته که برو برات کار خبرو. نه وقت از اینجا برای خودی عزیز زلو یک ساعت شما گم میزنی. وقت از اینجا برای تا بازار بفروشی نه بیتاره. مجبوریم نه اینجا دیگه کاسه نمیشه. من که بیا یک گپ میزنه تو بگی جمع بطور کنه چیمه جمع کنه چیمه بگی بره نانه بره نه بار کو یک مسلمان پیدا شما تا اسپی ندی ببره. نه میشه چرخ دستی دیپ بگه میشه چرخ زرده کجا میره؟ مستقیم رو طرف شهر میره لالا خب مستقیم خوار جو به چی جا شهر میره؟ ما کجا میری برو خب من به اسپی نده نمیرم خوارمه من تا به دم چیز میرم تا دم لمبریک برو را خیر خمار ببریم کار میشه برو ما روزه ما پول نداره میبریم ما خوارمه ایشته شما نمیبرم بریم بالا چیم همین احتیاط کو برو جو که یک دم نفته که از اونجا که به دم را نشینی به آخر بشی خوبه؟ خوار جو همین بچه نه شما نه برار شما نه احتیاط کنه که یک دم نفته از دنبال زود باش اینه زفای ما این چه کار شما رشتنی برار بخیریم سلامتی چی گپوه؟ قراری کجا بودی؟ همین تو به خونه بودم با در شدم کجا میری تو؟ من میتی بیامدم کمک به شما کار دارم برو به من؟ البته کاری هم که ندارم به من مربوط هم نمیشه ولی از گوش شما تیر میکنم خوار شما و خوارزاده شما به سر چرکشگی قرار کرده همین جگاه یک 7-8 تا پایه خودی کامرار به سر پایه کردن قراره که ده میفیشن لیلام کردن به نظر شما کار خوبیه؟ کجیجو تو راست میگی چه کار کنم؟ همین تلفاک خود تو خبر داری که چند وقت کی بیویه بام خونه شیشته بود گفتم از که مثلا نگاه شیشته باشه تا عاقبت هم نمیشه که به پیش ما باشه مجبور یک پرنتاکاش کوی هم ماه اینمی نفر پیدا شدن ولی دادم برای از اعمال پافشاری کرده میگه اصلا دیگه نمیگذارم که ازم سرا بدر بشی که تو با تالار بری فیلم برداری کنی یا با محفلا بری فیلم برداری کنی برو مگر نر ببری بفروشی گوشنگی و بدبختی راست میگین شما اینجا ملامت نی مدو شما بفروشین به نظر میبیتره او 30 سر خوب نیه بره بفروشه اونا لیلام کنه همونا کار شما ببریم بفروشیم جامعه چی میگین؟ من چی میفهمم یکی پیدا شده اونا رو به هزاری پیامبر از پیش مخاطر قیمت های رادیو میپرسی میگه فلان جنس فلان قیمت کمتر نده هر کی خرید نخرید گپ میلیه حالا من چی کار دارم با کار از اینا اختیار خود دارم زنشوی هم مایم تیم کنم برارا قدیم نمیخشتم خوره با پا خوار بخره تو نیرولار نگاه کنه که اختیار خود داره من چی کار دارم چطور کار نداری بابا خوارتونه برا بسر کوچه بسات کنه کار خوبی میکنه